بابا فکر نکنم این همین تمرین باشه که خانم سکینه به ما گفت. تمرینای سگ اصلا روزمون نمیسازه. حله اینه که خیلی خوب بود. بگذاریم همین وایسا. بسم الله الله. بابا بچه ای گلم مردین. بابا تو چه غلطی کردی؟ آروم باش بابا. دکتر بابا اون خدا فکر کنم موهاتون عوض شده، ولی چطوری؟ خیلی خب یه درس جدید. شما باید با این بدنتون 24 ساعت سالم بمونید. امیدوارم خوب پیش بره همه چیز. یه لذت ببر. چیه من عمرم پیش اسمانی کریکس نمیرم. باید من این کریکس خیلی کیف بده. خدایا خب سایمون تو هم بیدار شدی، پس وقتشه بریم بقیه رو بیدار کنیم. سام به همگی بخیر باشود. بازد 4 سال برشی میده بازد کنی. بابا بذار ما بخوابیم و دوامون گیر نده. بابا تو خودت این موقع بخواب بد نیست. چه صبح قشنگه. فراموش نکن امروز بخندی. نه بهم چی گفت؟ قرار کردم نمیخوابم. های بوبا می فوتبال بزنیم؟ آخه چیزه هابی امروز وضع خوب نیست، وقت ندارم. برو با داگ دی. داش میدونی داگ دی امروز چه فازیه؟ خیلی خوب داگ بهترین فرصتتو بزن. داگ دی اصلا حرکت قشنگ نبود. مهربونت کجا رفته؟ اون آقا کجا؟ بگی غلط کردم. بس دیگه میرم به خانم سکینه میگم. تو فقط جرأت داری برو بهش بگو. اشکال نداره، حداقل بازی مورد علاقت رو انجام بدیم. داکته تو این نستخون رو میخوای مگه نه؟ نمیخوای نه داکته نستخونه ها خوراکی. مثل اینکه داکته امروز روز خاموشی داره. هی فکر کنم امروز یه مشکل جدید شروع شده. داکته نمیخوای واسه یه لحظه اون چاقو رو بذاری زمین؟ یا علی مدن. خب فهمیدم امروز قرار ماست و خیار داشته باشیم. خوشمزه است. بغل نخواستیم. آخه اونجا جورتی داشت. بعدش تو فقط با باتوش خواهی میدی تو خونه ریبی چیکار کرد؟ خورده میشه بگی چقدر دوست دارم اسمتو میخوام بزنم مدرسه غلامزاده. اذیتم میکردی بهتر بود. اینجا چه خبر شده سایمون؟ چاله اصلا نیدم بابا همچین کاری داخل عمرش انجام بده. مشکل از چی میتونه باشه؟ افسردگی؟ احیانا ویروسی چیزی نگرفته؟ ایشالله خودت بگیری. ایشالله خودت بگیری بیدام. شاید بالاخره دون نمور رفتار میکنی. کدنپ؟ فهمیدم الان برق در میاد. فکر کنم این رهبر ما توسط کسی نخواست حرفتو گوش بده. نه بغل منم جو در میاد. ممنون بابت این هدیه، ولی خب فکر یکی بیشتر مش نیاز داره. هر کسی جز من دقیقش کرده که من حوالت پرد شده دیگه اصلا خودت نیستی. منظور چیه داداش؟ من همه بابای همیشگی هم که همیشه دوست داره با دوستای خوشمنش وقت بگذرونه. بابا هیچ وقت همچون نفسی رو نمیزد. خب از نام هیچ کس نمیخواد همیشه خودشون باشن. با اون دیدار خدا به خیر گذشت. بیا بگیم مرسو رو خری.
برای بار 1000 اینجوری من حرف نزن. لولالا لولالا لو لولا. اوه ایشالا بارم میشکنیم، ولی خیلی پرتاب خوبی بودا. چاقوی ماکو. انا یه هاری میگیره. نگران نباش، من کسی رو هاری نمیگیرم. داگده این کارو نکن. فکر کنم داگده واقعا امروز روز خاموشی داره. این تیکه علم من بود. ببینم یه شما یادتون میاد داگده پارسش جورونه اینه کد نه. داگده تو چت شده اصلا اینجور نبودی، رفتارت خیلی کرده. تو اصلا انقدر شد و شنگ. شما اصلا که یکستون نمیتونی یه لحظه بدون من وایسی. شما بعد بهتون بگم که من هیچی باق جورر نمیاد. من این داگده من نیست، من خیلی خوب داگده خیلی. و تو داگده نیستی. من داشتم من این عوضو فکر میکردم ولی خب خیلی وقت اصلا یه من چیز داشتم چه عوضو اسم این کریکسی اصلا چیزی که بعد نمینه که تو فقط تو اصلا دوست داری کسی رو بخندونی؟ تو اصلا دوست داری کسی رو بخندونی؟ کت نپ تو فقط از اونا سو استفاده میکنی. اما کردن هیچ وقت میکنه نمیکنه، مثل این که باید هنوز باورش داریم. من ما دوستی. آره چند دوستان اسکول شد و شنگولی که میوه سبزیجات میدن و تو فقط با اون دودت اونا رویای اونا کنترل میکنی و میخوابونیشون. بهش افتخار کن و باش مثل یه دوست رفتار کنی. تو فقط از اونا سو استفاده میکنی. تو همین من از بداش بیرون وگرنه تو رو به یه خواب عمیق میبرم. وای فکر کن بابا اگه خانم ساکت اینجا بود چیکار میکرد؟ یکم توشش بدیم پیانو توش یکم چک میکنیم بیا. آها خوبه. پشمه نداشتم ریخت. کتنپ. کتنپ اونو کشتیش. بابا دودای من کسی نمیکشن، البته گاهی اوقات. من با یه خواب کوچولو همیشه رو فراموش کنم. سلام دوستان خوشمنم، رهبرشون اومده. یه بغل به عمو بدین ببینم. بسم الله الرحمن الرحیم. لالا بچه ها داداش سعی خودتو کردی. من میرم میخوابم، تکلیف میسپارم به تو.